خارج کشور. بعضی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که اگر این اعتراضات در ایران کنترل نشود شاید به سقوط نظام ایران پای یابد. آیا فکر میکنید که همین رقم یک چیزی شده نیست یا خیر ایران این را کنترل خواهد کرد؟ خب من عرض کردم پیشترم به شما، عالم بازم تاکید میکنم روی این موضوع که دولت ایران با این رقم تظاهرات اختشاشات اندکی که به وجود آمده اینا به هر حال ساقط نمیشن. یک کشوری که امروز از نظر نظامی و از نظر قدرت با دنیای شرق و غرب داره خصوصا با غربی ها و آمریکایی ها مقابله میکنه و به هر حال غربی ها خب یا خب میتونن که کت اسرائیل مقابله بکنن، امریکا مقابله بکنن، ولی گروه هایی که در داخل کشورشان ایجاد شده از خود مردم کشورشان است، آیا فکر نمیکنید که یک زیان بسیار قوی وارد خواهد کرد؟ من میخوام که شما اجازه بدین که من مطلبم تمام بشه، چون وقتی که مطلب تمام نشد ممکنه همین مصاحبه پخش بشه و برداشت های به وجود بیایه. سوالی که میفرمایید اجازه بدین که ما سوال تمام بکنیم. ببین من به این برداشتم همونطوری که پیشتر عرض کردم، عالم به معذر شما عرض میکنم که دولت ایران یک دولتی بسیار مقتدر هست، یک دولتی که سیستم‌های امنیتی بسیار پیچیده و کلانه داره و مردم ایران 80 تا 90% حامی این نظام هستند. شما در تظاهرات دیروز پروز دیدین که چی جمعیت عظیمی آمدن اینها به حمایت از این دولت. لذا با اختشاش یک مجموعه 4-5 هزار نفری در بعض از ولایت ها، در بعضی ها کمتر یا بیشتر، که حمله میکنن، اماکن عمومی آتش بزنن، مساجد آتش بزنن، مسائل ناامنی به وجود بیارن، به مردم عادی حمله بکنن، به افراد اشخاص را بگن شما با فلانی مثلا اگر مرگ نگی او را بگن لتوکوب بخوام بکنن، با این چیز این نظام ساقط نمیشه و مطمئن باشین که اینا زودتر این برداشت ما همینجا هست، چون ما تبع افغانستان هستیم. برای ما به هر حال وضعیت ایران و همه کشورهای همسایه مهمه، همینطور که برای دولت افغانستان، برای ملت افغانستان مهمه و ما برداشت این هستش با توجه به یافته‌هایی که از وضعیت ایران ما داریم، به خاطر این موضوعات دولت ایران سقوط نخواهد کرد و اینا زودترین وقت کنترل میشه، همینطور که از دیشب تا امروز شما اگر اخبار را داشته باشین وضعیت تقریبا کنترل شده. وقتی که در ایران اعتراضات میشه طبیعی است که یک گروه ای را تنظیم و ترتیب میکنه، باز امور رقم یا پیش میرن، ولی بعضی گروه های دیگه هم به میان میاد که امی اعتراضات آسیب میزنند و کاری که امی معترضین نمیخواین امو کارا را انجام میدن. آیا فکر نمیکنین که اینی اعتراضات که حق مردم است که یا حق خود از دولت ایران میخواهد، اینی اعتراضات آسیب میرساند و آهسته آهسته شاید در ایران هم فردا کسی نباشه که به اعتراضات احترام بگذاره؟ خب این موضوع را هم مردم ایران فهمیدن و هم دولت ایران فهمیده. همینطوری که صحبتایی که آقای خامنه‌ای داشت، شما اگر با دقت گوش کرده باشید مقامات ایران داشتن، هم مردمی که به عنوان اعتراض به گرانی ها، مطالبات در رابطه با موضوع گرانی ها در میدان آمده بودن، اونا هم متوجه شدن که ما خواسته ما چیز دیگه بود، ما خواسته ما موضوع گرانی بود، ما خواسته ما مطالبات سفره معیشتی مردم بود، اما این موضوعی که یک مجموعه آمدن با این مجموعه وارد شدن و اینجا آمدن این مسیر را عوض کردن، این هم مردم ایران فهمید، هم دولت ایران فهمیدن، یقینا اونها هم دیگه در صحنه نیامدن. یعنی اون خواسته هایی که داشتن، خواسته هایشون به هر حال کنار گذاشتن، به میدان دیگه نیامدن. اما اینکه دولت ایران باید به خواسته های مردم تن بدهه، یقینا مقامات ایران به این نتیجه رسیدن که باید همینطوری که عرض کردن، همینطور که دستگاه رهبری ایران گفتن که به هر حال مطالبات مردم گوش بدین، مشکلات مردم حل بکنید، وضعیت مردم خراب است، به این مشکلات رسیدگی بشه. یقینا که صف اون مردمی که به عنوان اعتراض در رابطه موضوع گرانی با اون مردمی که دنبال اختشاش و دستوری از خارج میگرفتن، یقینا صف اینها جدا هستن و تکلیفشون روشن است. تاثیر رسانه‌های خارجی بر تصویرسازی از اعتراضات ایران چگونه است و آیا امی خواستای بیرونی که مردم دارن
ایره به دنیا نشان میده یا خیر چیزایی که خود ایرانی ها و امی معترضین ایران میخوان ایره به مردم نشان میدن؟ رسانه هایی که به هر حال طرفدار به هر حال اغتشاشات، طرفدار برکناری نظام ایران هست، مثل اینترنشنال، مثل BBC، مثل شبکه های دیگه، اینا یقینا هم در گذشته نشان داده و هم حالا داره نشان میده و تلاش میکنه. شبکه های مثل من و تو، خیلی شبکه های دیگه وجود دارن که حالا ما شاید یادم نباشه یا اسمشون ندانم، همینطوری که از رسانه ها و از فضاهای مجازی ما داریم میبینیم. همه اینا تلاششون این هستش که هر نوع اعتراضات به حق مردم ایران یا ناحق، یا حق یا ناحق، حقش همیه که مردم در خاطر گیرانی داره اعتراض میکنن، خب یه حق مردمه. ناحقش چیه؟ ناحقش همین اغتشاشگرایی که به هر حال دستور میگرفتن از این فرصت استفاده کردن. اینا میخوان کلان جلوه بتین، اینا میخواد در انظار مردم در دنیا کلان جلوه بتین، به خاطر که مردم ایران دیگه این نظام نمیخواد، نظام آخوندی نمیخواد، نظام ولایت فقیه نمیخواد، نظام اسلامی نمیخواد و مردم یعنی رسانه ها زیادترش همون رسانه هاشون بیشتر جنبه منفی داشته که همون به هر حال وضعیت در داخل ایران بد جلوه بتیه و به شکلی که به هر حال این مردم دیگه این نظام را نمیخواد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که ایران نباید بر معترضان فشار بیاورد، اما در ایالات متحده شاهد هستیم که معترضان به گلوله بسته می شوند. شما دیدین که خود امریکا چند روز پیش به ونزوئلا چی کرد. ما میبینیم که امریکا با اسرائیل در فلسطین چی میکنه. این از چه قرار است رقم گپ و سخن؟ صحبت های ترامپ بیشتر صحبت هایی که حرفاش مضحک و خنده‌آور است، همیشه هم بوده و همین رقم بوده. یک دولت قلدر، یک شخص بسیار بی منطق دم از حقوق بشر میزنه، دم از انسانیت میزنه، دم از آزادی میزنه، دم از زن و زندگی و آزادی میزنه، در حالی که خودش یک آدم توریست است، به یک آدم ربا، یک آدم دوست. دولتش میره در کشور دیگه، رئیس جمهور اونجا را زنش را میگیرن، برمیدارن میرن در کشور خودش محاکمه بکنن. و شما ببینید دیگه این منطق کجای در دنیا همچین ما هم فرمولی داریم که به هر حال این آدم داره و میاره در اونجا او رو محاکمه میکنه. و در کشوری که در خود آمریکا شما در همین 3-4 روز قبل شاهد بودین تظاهرات میلیونی در آمریکا خلاف تمام اصول و قوانین بین المللی، خلاف تمام اصول و قوانین بین المللی را انجام میده. ما 70,000 کشته در فلسطین داریم، ما یه همه آواره داریم، ما یه همه کودک در اونجا کشته شده، یه همه مردم در اونجا به هر حال به شهادت رسیدن. آمریکایی‌ها در کجا به هر حال به داد این مظلومین و محرومین کشیدن؟ در عراق اینا تجاوز کردن، در افغانستان اینا تجاوز کردن، در یمن اینا تجاوز کردن، در هر جای بهانه هستن. در هر جایی که شما نگاه بکنید کشورهای اسلامی پای آمریکایی‌ها و اسرائیل در اونجا هست. امروز اون آمدن مدافع کشور ایران میشه یا مردم ایران میخواد بشه. همین وضعیتی که برای افغانستان یک چیزی که ترامپ گفته در صورتی که بالای آشوبگران شلیک شود امریکا وارد اقدام میشود. این بیانگری چیست؟ آیا راستی هم این رقم یک کار میشه؟ آمریکایی‌ها خب از حرفا زیاد زدن، ایرانی هم همینطوری که دیشب هم شما اگر اخبار متوجه باشین وزیر خارجه دیروز اعلام کرد که ما خواهان جنگ نیستیم ولی آماده جنگ هستیم. ایرانی‌ها به قدرتی به تمام که اگر این دفعه اسرائیل و آمریکایی‌ها خطایی بکنن بنا به گفته خود مقامات ایران که از این قرینه هم همین چیز فهمیده میشه، اینا آمادگی دارن به شدت. و من به این میدونم که ترامپ به هر حال این صحبتایی که میکنه این صحبت جدی باشه که شما اگه به معترضین تیراندازی کردید ما به شما تیراندازی میکنیم و تو چی رقمی تیراندازی میکنی. به هر حال اگر حمله بکنی، خب حمله کردی سابق به ایران، مگر شما حمله نکردید در ایران؟ اسرائیل مگر حمله نکرد؟ 12 روز جنگ ادامه پیدا کرد در ایران. ایران اگر مجبور میشه که به آشوبگران شلیک کند چی گونه آشوبگران خواهد بود؟ ایران اگر بفهمه، متوجه باشه سیستم‌های امنیتی و دفاعی و نظامی و که عناصر و حلقاتی که لیدر این قضایا هست رهبری این قضایا را پیش میبره، به نظر من که حق مشروعش هست که باید جلوش گرفته شود. و اگر تظاهرات
به خاطر منافع عامه مردم باشه، مسائل گیرانی باشه، مشکلات مردم باشه، نارسایی‌های دولت نسبت به مردم باشه، حق مسلمی مردم ایران هستش که باید مقامات ایران هم همینطوری گفته بهش رسیدگی میکنه، رسیدگی باید انجام شود. خب حکومت ایران چگونه میتواند اعتراضات خشونت آمیز را کنترل کند؟ راه حل آن چیست؟ راه حلش این اگر اعتراضات مشروع باشه، حق مسلم مردم ایران هم هست. مقامات ایران هم اینطوری که دستگاه رهبریش گفته، مقاماتش گفته، با گوش میدیم، گفتگو میکنیم، دنبال صدد حل مشکلاتش هستیم. راه حل این هستش که هم دولت ایران یعنی مردم ایران سعی بکنن که تظاهرات انجام میدن، اعتراضات میکنن، این تظاهرات و اعتراضات سوء استفاده نشوه. هر چی که در داخل ایران وضعیت بدتر شوه، این اول به هر حال به ضرر خود مردم ایران هست، به ضرر همسایه هم هست. ما که افغانستان هم هستیم یقینا آسیب میبینیم. ما اونجا مهاجر داریم، ما اونجا ارتباط اقتصادی داریم، ما مسائل مشترکات زیادی داریم، ما ناراحتیم از این وضعیتی که برای فعلا به وجود آمده و یقین داشته باشید که دولت ایران هم به صدد حل مشکلات خواهد بود و به عناصر اغتشاشگر هم اجازه بیش از این تخریب اموال عمومی را نخواهد داد و جلوی کسانی که آمدن مساجد را آتش زدن، در اونجا حرمت شکنی کردن، به مقدسات دین اسلام توهین کردن، یقینا گرفته خواهد شد و مقامات امنیتی ایران جلوی این وضعیت را خواهد گرفت. در میان این معترضینی که تخریبکاران موجود است و مردم هم میگن، آگاهان مسائل سیاسی هم میگن که در پشت اینها امریکا و اسرائیل استاد است. آیا فکر میکنین که امی کشورهای منطقه باز در این کار دخالت بکنن و همراه امریکا و اسرائیل بشینن تا این موضوع را حل بکنن یا خیر؟ خب کشورهای همسایه و منطقه تا هنوز که اظهارات خاصی نداشته، گرچه پاکستانی های خباثت را انجام دادن. همه کشورهای همسایه از وضعیت ناراحت هسته. کشورهای عربی هم همچنان کدام اظهارات خاصی در رابطه موضوع ایران و مردم ایران نداشته. مسائل رو بیشتر اسرائیل و آمریکایا دامن میزنه، حتی دیگه کشورهای مثل روسیه و چین و بعضی کشورهای دیگه، کشورهای سرار کشورهای اسلامی کدام به هر حال موضوع خاصی نگرفتن و یا محکوم کرده باشن یا تشویق کرده باشن. این خباثت ها بیشتر کار آمریکایی‌ها و اسرائیلی هست و اونها هم چهرهش برای دنیا و کشورهای اسلامی مشخص است و بازی سیاست های غلط و فریبنده اسرائیل و آمریکا را ایران و کشورهای اسلامی نمیخوره و نخواهد خورد. بسیار زیاد تشکر حسینی صاحب که آمدین به برنامه و با ما اشتراک داشتید. سلامت باشید ان شاء الله. ممنون، تشکر از شما و همکاران شما ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. خیر باشید. ممنون. درنیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د افاق انعکاس خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل ښې چارې او ښه وختونه.